گپ تموم بچو کنارا سر میکنیم گپ تموم رفتی اینجا خانسته یا زیاد سکونده بکنیم یا برام باز میکنیم انشالله میشنم خیلی شکل اساسا لا بای در کجای به صورت بگیر برادران خوبی اپای فاطمه بونو شاید که بسیارت بگم برای چی سرلیش برادرها همه مومنت هست که باید همه لباس قطعا همون جای بوچیدن وقتی علاش موزید نباشه در طواف چوبی که مزه یعنی طعام مفهمه بهترین میشونه که تاجیکونا میشود تاجیکونا بسم الله الرحمن الرحیم از همین حساب برادرانی که در ایفرین هر روز می‌نویسن که کی فیلم برای کی میفروه این فرصت فرا رسید فقط برادران شما در ایفرین یا لایک همون نمیخرین اینم نگاه داره یا لایک بجکن یک کامنتر بنویسین تمام رحیم پروداکشن این یک برادر اومدگی بود الحمدلله میگه که دیگه مرتبه میره میگه که بلوگ ختم با ویدیو بکنین جان فیدیو هم خیلی برادران این رفتیم ان شاء الله بعدین خوشش میاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلامتی خوبه دیدین وطن اگجوش میشه برادر در این دیگه مرتبه اومده سه کار اینجا گفتن ختم ویدیو بکنین گفتنیم که یک جونو همین هجومات سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اینا یا برآمدم اکم یونو گروپیو غامدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم اینایی کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایسر میگیرم شفاش الله میتونه که سبب میشه بهترین هزار احمد باکی عبدالله کی از سخنهای بهترین میشه سلامت باشین هزار احمد اکا جون آمود باشین خوشا برادر جون شما میتونید برادر جون در هجومای ما نه اینکه فقط هجومه است کاستاپراف مانوال مساج بغیر زی مساج پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره ان شاء الله بنویسین و با شما با عادی کلمه میفرمایید همه کسا خوش اومدین نور دیده تاج سر ای بچه این خنکی رو بیای السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته این برفای مسکو هنوز تمام نشده زمستان نو سر شده در تاجیکستان عزیز الحمدلله بهار گل شکوفان لیکن ما حال هم در این مسکو برف بینه نگاه کنید حتی رحیم جان ان شاء الله نیت داریم که امروز رویم یک کار خوبه با پیشه بگیریم چیکار رحیم جان باز فقط صبر دوام شه برای شما پیشنهاد میکنیم برای همسفر باشه خب اینا نگاه کنید که در وطن بهار در اینجا رحیم در زمستان گشته این خیلی خوب بونشو در تاجیکستان میشید خوب کو اجینا بودن که ما نه دیدیم که برف بوده کم بوده در حقیقت نگاه کنید که برف بوده سوزی همون خوکای طرفای افغانستان میبیاد کو بله خمسانگی رفتگی باشه طرفو انا دوستان عزیز نگاه کنین ایرپورت ژوکووسکی برادران عزیز میروم کو این اورالو قطرک همه نمودش همه سمت ها هستای انا دوستان عزیز بعد پیشوازگیری اپای فاطمه بانو آمده السلام علیکم دوستان عزیز چقدر گفتیم که حاضر انتظار شین ما کجا میریم اینا پشت مدت چپانکی خطی ژوکووسکی نویسه برای که کامera را ما رو پارو قبیدگیم ما کجای بریم نه اپراتور نه اپرات داره برادر یک تلفن دست مونده پاپتی میدیا برادر سلامت باشه نه یک برادر پیش اومد گفت که السلام گفت خانه رفتم یا دعوت قری جان خاطر رحیم جان شینوختک ما در ایرپورت ژوکووسکی هستیم گرچند که خنوکای این انسان ها الحمدلله در پیش پس هم وقت در حرکت هستند و هم خاطر این ژوکووسکی اومدیم چیزی که ببینیم برادر جان مهمان حالی پیشواز میگیریم رحیم جان خاطر تختم بومه الکی که اون مهمان در سرشوی موندیم دیدیم اپای فاطمه بانو چقدر که ما دیروز نوار پارتی گفتیم که برای شما چی کار پیشنهاد کنیم بسیاری در کامنتر نوشتن که فیلم زنی مهاجر قسم دیمش پس برادران عزیز این فیلم زنی مهاجر قسم دیمش سر بشه فقط از شما یا لایک دستگیری پیش از ماه شریف رمضان کوشش میکنیم فیلم ببریم فقط از شما دستگیری اگر همین دستگیری خوب شود پس طرف میکنیم که با تمام صنعت ببریم که همه باشه میگن زاکوسکای خطی کنار میگن قسم دیمش خطی کوکاکولا با خرم را انا برادران عزیز وقتا همجا ما فقط میگم که
حاضر راست بلاد بگیرم لغت کنم سوی تاجیکستان لذت میفتار که پریود الان شما برادرم انشاءالله اینجا نزل اجدانی پرا میگردیم برادران عزیز اینجا جای مهمون باید اپای فاطمه بانو ای حمیده بخورم قبولگاه بعد انشاءالله این طرفی که میبینی اوه وطن عزیزه شلوغه که من بوی چپاتی دارای در تاجیکستان نون چپاتی را ایشان میداد و مردم غریب میگفت که مرا میسوزونه انا این روز که با همون ویدیو را میبینم خود ما میسوزونه بله این جای الحمدلله میرفته که مهمون خیلی بسیار کسا میان همینجا هیچ کس که ایرپورت هست که میگن که ایرپورتی که هم بغل پرور رحیم جان روز پس همینجا ده اینا برادران اومایسان انشالله اینا البته اومده دیگه ما کلیت میایم تست زمین را خبر بگیریم یا بلیت خودمون بگیریم تو چرجکوسکی بگیریم بله نه مهمون الحمدلله ایوطن عزیز اومده استیان ما هم با پیشواز میگیریم مهمون خودمون میریم پیش طرف با فکر کی فرمان اینا فاطمه زنگ زد اینا کوگوی از زنگ زد الو بگوشه زنگ زد دشپی او فاطمه بانو الو لبای привет Москва در کجای در کجایی اوی مردم ما اومده در اجدان در دوریم تو نگذشت ولی تماشین را не ما پولین برو اومدم بیرون بایی ای به صورت بگیر من پیش از همه دعا میکنم که گناههای شما رو الله ببخشد و باز دعا میکنم که خدا مرا با این گونه انسان ها دیگر روبرو نکند. من از این خانه میروم، شما رو به خدا میسپارم. الله اکبر. خدا حافظ. برای عزیز اینا پارفیده ها روی که فرق جو اینا Estou bravo. جو بیستی که هم بیوی خوبشون همون چی تمام برفته بود همون یخ تمام ای سرکا انا ای برفیده دیدم برادرو عذاب میکشم انشاءالله فقط از شما دستگیری از همه احترامانه خواهش میکنم دوستان عزیز انشاءالله اگر دستگیری شما باشه تا سرشایی ماه شریف رمضان ما میخوایم که فیلم پیشنهاد شما کنیم همش با دستگیری اکه فرق جان میشه که تست سر کنیم هستم جواز والو بچه‌ها سوی زبرویم بگو السلام علیکم دوستان عزیز اپراتور ما اکه فرق جان انشاءالله که کارش سر کرده سای اینا برادر عزیز ما اکه دلیر جان سازی برادرم خوبی اپای فاطمه بانو شاید کلی بسیارت بگم برای چی سرلیش برادرها همه مومنت هست که باید همه لباس قطعا همون جای بوچیدن وقتی که بسیارت گفتن که در رول همسری اکه دلیر یا خواهرش اینا انشاءالله در فیلم میبینین خدا نصیب کرده باشه چی گفتنی اپای فاطمه بانو راست میگه اصلا فویز کاروچ اینا برادر عزیز ما اکه عبدالله جان اینا اکه شمس جان کم روزی که سر شدم نیم سریان تمام کینو را سر میکنیم گپ تمام بچو کینو را سر میکنیم گپ تمام رفتیم فاطمه خانه خیلی تاجیکستان آوردیم سر سیمان اکبر اینا در جناب برای بومش آماده کرده استیم موی سرش هم باید کندو کنیم کندو نه موی سرش باید چخت کنیم دلیر جان اکی جان وای رحیم جان اینا نگاه کن قبل جمعه خب من نشان تیم اینجا بیا سکوندا خندو و یا تمام گیری اصلا قضیه بشه کی اینجا خانسته یا زیاد سکوندا کنیم یا برو باز میکنیم انشاءالله میشنم خیلی سازه کم تو ساعت خبر دکتر بهترین نه حاضر تشکیلش میکنیم 1000 آمد اپای فاطمه بانو سلامت باشه اگر نه برای همه پول دادن در کار وا اینا به پول ماکه سیمکار افیسه این رفت کار بچه اینا بچه ها اوقات برادر جانو اوقات تیار شد اینا اوقات تیار ترکچینان داشت ترکچینان براک شو بله اینا تعامی ما بهترین تعامی که ما تیار کردیم برای برادر و دوستا این تعام بهترین تعام این برادرم استاد همون براکه بله بله
و هم بوره کارتوشکا بریان با ویلکا خوردن شایمو یاد گیریم. حقیقتا اینا انشاءالله. اما که عبدالله جون اگر شما زید نباشه اینا در طبق چوبی که مزه همین طعام ما فهمیم بهترین میشونه که تاجیکونا میشود. تاجیکونا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا هر کسی میخواد در راه رضای خدا. سلامت باشین. خدای بزرگم خیراتون رو به درگاهش قبول کنه. که شمس جان خداوند در زندگیتون برکت عطا بکنه. خداوند در عمر جانتون، در خاندانتون، در فرزندگیتون، در عمرشون برکت عطا بکنه. تشکر زیاد می‌داریم. اینا الحمدلله فرخی اشورزادش همین شخصیت اینا خیلی صحنه‌ها را گرفتیم. رحیم جانی پروداکشنر خیلی میدونید شما. رحیم پروژکتور. ولی بستن برام معرفی نکردین کو. اینا شودی جانی قادری. شودی آمریکا قادری. شودی نیمونزاد. نیمونزاد برادر. شودی نیمونزاد کلات مدیا. خوش باورش این اکای شمس‌الدین اینا در خونه این برادر مهمان شدیم. الحمدلله خیلی لسیون کورا گرفتیم. این اکای شمس‌الدین بازم مهمان عزیز رفتی نوار چه خیلی بود معقول تون شد ان شاء الله. بهترین برادران اهل اسلام ان شاء الله که ما رفتی دوم، یعنی که فیلم هنری زنی مهاجر دوم شسیونکا کردیم. چه خیلی که شما دیدین در گجا بودیم 3-4 روز شد تا حال رفته سه. ان شاء الله در زیر کامنتر فکر و عقیدهاتون رو بنویسین ان شاء الله و ماکسیمال ریپورت میگن همون کامنتر رو لایک پادیلیت سره فراموش نکنید، به خاطر که این یک موتیواسیون میشوه و پراسموتر بسیار میگیره. بسیار نفر میبینن. این هم یک شوقمند و هوس کردنی موعده. مقصد ما ببینیم که پراسموتر رو لایک و کامنتر بسیار گرفت مودا موتیواسیون میشوه. بعد یک چیز دیگه بس همه شما برسونم که اون روزی که رفتیم آیرپورت فاطمه خواهر گرفتیم بگیریم گفتیم که اونجا برادراش اومدن شینوساش اومدن گرفتن بر وقت اینا مهمانداری کردن رفته از کوارتر مهموناشون گرفتیم. بله دوستان عزیز از همین حساب برادرانی که در ایفرین هر روز می‌نویسن که کی فیلم برای کی میفروه این فرصت فرا رسید. فقط برادران شما در ایفرین یا لایک همون نمیخرین اینا نگاه داره یا لایک بچکن یک کامنتر بنویسین تمام. الله نگهبانتون. روزهای نزدیک انتظار میشه. باید سخن دیگه یک سخنی برادرانه از شما. اگر همین رحیم جان اعظمی جانی پاس شما اگر که همین زبیده شه یا نه اینا کاستم برو که نگاه کن رئیس شده رئیس اگر همین زبیده باشه تا همین کامنتر رو بنویسین که بهترین زبیده رحیم جان. بله. بعد دوستان عزیز فیلم در ماه شریف رمضان پارتویم خوبه یا پیش از ماه شریف رمضان در کدام چیسلا کدام ساعت برای که شما همون ساعت بیان در خانه باشین استراحت کرده داشته باشین ما پارتویم همیشه هم در کامنتر بنویسین ما میبینیم کدام ساعت کدام روز که مطابق انا مو کامنتر شما همون روز همون دقیقه همون ساعت میپارتویم.